به نام خدا. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام علاقمندان برنامه نویسی اندروید. خب در این ویدیو ما قصد داریم تا نحوه کار با سیکبارها برای شما آموزش بدیم. سیکبارها یکی از ویوهای خیلی مهم در تمام اپلیکیشن ها، حتی در وبسایت ها میشه گفت می باشند که اینجا ما یک برنامه ساده طراحی کردیم، یک سیکبار، یک تکست ویو. با کشیدن سیکبار، کشیدن اهرم سیکبار، متن تکست ویو به عدد پیشرفت سیکبار که یعنی تا چی عدد پیشرفت کرده تبدیل میشه و همچنین سایز تکست ویو هم تغییر میکنه و به سایز پیشرفت سیکبار یا پروگرس سیکبار تغییر میکنه. و همچنین میبینیم که با اولین لمس سیکبار در این پایین یک توست نمایش داده میشه که عدد قبلی یعنی عدد پیشرفت قبلی سیکبار نمایش میده و با رها کردن اهرم سیکبار هم و آخرین لمس میشه گفت عدد فعلی ما نشون میده. خب برای ساخت از این پروژه و برای طراحی از این پروژه وارد محیط اندروید استودیو، خب وارد لیاوت برنامه خو میشیم. در اینجا یک سیکبار میسازیم. سیکبار از کلمه سیکبار استفاده میکنیم. عرض 300 دی پی، ببخشید 300 دی پی و ارتفاع رپ کانتنت میگذاریم. رپ کانتنت. خب از آیدی هم سیکبار استفاده میکنیم. سیکبار بار یک. خب سیکبار خود از 4 طرف و 4 طرف لیاوت متصل میسازیم، به خاطر که از کانسترینت لیاوت برای راحتی کار استفاده میکنیم. شما میتونیم از هر لیاوت دلخواه دیگه که خواسته باشیم استفاده کنیم، مثلا ریلیتیو لیاوت یا لینیر لیاوت که خیلی کار با اونو آسانه. خب یک تکست ویو اضافه میکنیم. تکست ویو با عرض و ارتفاع رپ کانتنت و آیدی txt یک. خب و همچنین یک تکست بزی میگذاریم. تکست یک متن مثلا به طور پیشفرض باشه DSC. خب تکست سایز میگذاریم. تکست سایز 24 دی پی باشه. 4 دی پی. خب اینم از 4 طرف از بالا به سیکبار متصل میسازیم و از پایین و چپ و راست به لیاوت خوب کمی پایین تر میاریم برای زیبایی کار. خب یک چک بکنیم. خب ما مایم که با تغییر سیکبار ما متن ما سایزی و تغییر پیدا کنه. خب سایز فعلی متن ما 24 دی پیه ولی پروگرس یا پیشرفت سیکبار ما صفره. خب اگر ما برنامه شروع کنیم حتما یک مشکله به برنامه ما، باید پیشرفت سیکبار ما هم 24 دی پی باشه یا 24 باشه. خب ما برای از این کار از کلمه پروگرس استفاده میکنیم. در داخل سیکبار بخشیم پروگرس 24 میگذاریم. مقدار 24 میدیم. خب میریم سراغ کد نویسی جاوا. اول از همه یک سیکبار و یک تکست ویو تعریف میکنیم. سیکبار به نام سیکبار یک بود و همچنین تکست ویو داشتیم به نام txt یک. این مهم نیه که این نام همراه با نام لیاوت یکی باشه، به خاطر راحتی کار و گم نکردن اسامی من از این روش استفاده میکنم و به شما هم پیشنهاد میکنم. خب میگیم سیکبار مساوی میشه به find view با id r.id سیکبار یک. خب txt هم به همون صورت txt یک مساوی میشه به find view با id r.id txt یک.
خب بعد حال تعریف کردیم و به اشیای لیاوت خود مرتبط ساختیم این اشیا. الان نوبت کد نویسی برای سیکبار رسیده. خب برای از اینکه متد تعریف کنیم که در هنگام تغییر دادن و یا لمس کردن سیکبار اون متد اجرا شه، از متد سیکبار یک دات ست آن سیکبار چنج لسنر استفاده میکنیم. مثل و به داخل پارامتر از او یک نیو سیکبار دات آن سیکبار چنج لسنر کافی کنترل و اسپیس بزنیم تا این منو رو باز کنه و روی ازی کلیک کنیم. اتومات 3 تا متد برای شما اوورراید میکنه. متد اول آن پروگرس چنج. خب این در زمان اتفاق میفته که ما پروگرس خور در حال تغییر دادن باشه. مثلا حال متد اول اجرا میشه وقتی که ما پروگرس خور تغییر میدیم، این متد اجرا میشه و ما تمام کدها خور داخل از می نویسیم. آن استارت ترکینگ تچ، در اولین لمس پروگرس بار ما این متد اجرا میشه. وقتی که ما لمس میکنیم میبینیم اینجا یک توست نمایش داده میشه. این در داخل از این متد کدار می نویسیم. و آن استاپ ترکینگ تچ، وقتی که تغییر میدیم و آخرین لمس، یعنی وقتی لمس رها میکنیم اون متد اجرا میشه و ما هم که عدد سیکبار ما وقتی که رها میکنیم نمایش داده شه. خب به خاطر از این کار اول از همه یک اینت به نام تکست سایز تعریف میکنیم. مساوی میشه به سیکبار دات get progress. خب وقتی که این متد اجرا شه، یعنی متد آن پروگرس چنج، یعنی وقتی که ما سیکبار میکشیم، این در حال کشیدن سیکباریم، این متد اجرا میشه و برای ما یک اینت برمیگردونه که او اینت نشان دهنده همون پروگرس یا میزان پیشرفته، یعنی در هر میلیمتری که ما او سیکبار میکشیم، مثلا انه هر ذره که ما میکشیم او یک اینت برای ما برمیگردونه. خب این اینت که برمیگردونه ما که این متن ما سایزی و به اندازه همو پروگرس باشه، به اندازه همو تکست سایز باشه و همچنین متن رو هم تغییر میدیم به همو تکست سایز. یعنی میگیم txt یک دات set تکست سایز، پارامتر تکست سایز رو بریم میدیم و همچنین میگیم txt یک دات set تکست سایز تکست سایز میدیم. خب در اینجا که ما گفتیم تکست ست تکست، باید ما یک استرینگ بدیم، ولی یک پارامتر استرینگ از ما میخواه، ولی اینجا اینته. خود اندروید استودیو ایرور نمیده، ولی وقتی برنامه اجرا کنیم این دوچار یک ایرور یا یک خطا میشه. به این خاطر ما باید این اینت تبدیل به استرینگ بکنیم. خب راحت ترین روش برای تبدیل اینت به استرینگ اینه که مثبت یک دبل کوتیشن خالی بگذاریم که این تبدیل به استرینگ شه و از خطا جلوگیری کنه. و همچنین برای پارامتر بعدی و برای خط کد بعدی میگیم txt یک دات set text size، یعنی اندازه متن خور به اندازه امی پروگرس ما بکن. خب برنامه تا اینجا یک اجرای میزنیم، سعی میکنیم چه کار شده. دوستان من کوشش میکنم که به ساده ترین زبان ممکن این دروس برای شما آموزش بدم و اگر کدام مشکل شما در آموزش من میبینیم خوشحال میشم که در کامنت ها نظر خود با من به اشتراک بگذاریم و من مشکل خود رفع کنم. خب برنامه اجرا شد، میبینیم DSC نمایش داده میشه با 24 دی پی و همچنین پروگرس بار ما هم به طور پیشفرض به 24 دی پی تنظیم شده. خب ما این اهرم بکشیم، میبینیم با کشیدن اهرم با کشیدن پروگرس ما متن ما سایزی هم بالا میره و همچنین عدد پروگرس رو هم نشان میده. خب تا اینجا برنامه درست بود. حالا ما مثلا ما این که این متن ما طوری که در برنامه اولی دیدیم، در برنامه دمو که نشان دادم تا 200 دی پی میرفت. خب حالا متن ما مثلا سایز 100 دی پی ما 200 دی پی بره، چه کار کنیم؟ خب به این خاطر ما میریم داخل لیاوت، خب جایی که پروگرس تعریف کردیم
مثل پروگرس مثلا میگیم از کلمه مکس استفاده میکنیم. مکس حد اکثر کشیده شدن پروگرس بارمانه. به 200 دی پی تنظیم میکنیم یا به هر چی که خواسته باشیم، مثلا به 140 دی پی، به 140 دی پی میگم ببخشید، به 140 تنظیم میکنیم. حالا دوباره اگه اجرا کنیم میبینیم که تا 140 سایز متن ما تا 140 دی پی افزایش میابه و پروگرس ما تا 140 تا عدد 140 کشیده میشه. خب میبینیم که تا 140 کشیده شد. از اول هم خود تا صفر حداقل و هم 140. خب حالا ما مایم که با اولین لمسی که پروگرس بار ما میشه توست بریم ما عدد قبلی یا اون عددی که همین سیک بار هسته، عدد اولی سیک بار برای ما نمایش بده و با ختم لمس عدد فعلی سیک بار برای ما با توست نمایش بده. خب به این خاطر میریم از داخل متد آن استارت ترکینگ تچ که یکی از متدای اوورراید شده خود ستان سیک بار چنج لیسنره، داخل از این متد میریم اول یک اینت تعریف میکنیم، ببخشیم یک استرینگ تعریف میکنیم، استرینگی که داخل توست نمایش میدیم. داخل توست به خاطر که ورودی اینت نمیگیره ما مجبوریم به استرینگ تبدیل کنیم انتخاب. خب میگیم استرینگ مثلا مسیج مساوی میشه به مسیج، حالا اشتباه لغت گرامری اشتباه تایپی شما نگیریم. خب استرینگ مسیج مساوی میشه به سیک بار شماره 1 دات get progress. خب حالی اینت برای ما برمیگردونه، این get progress یک اینتیجر برای ما برمیگردونه. اگه ما سیمیکالن بگذاریم میبینیم که دوچار خطا میشه برنامه، همین خط کد ما دوچار خطا میشه. گفتم ساده ترین روش تبدیل اینت به استرینگ اینه که یک دبل کوتیشن خالی در کنار اینتیجر خب بگذاریم مثبت، یک دبل کوتیشن خالی میگذاریم. خب این مسیج ما به استرینگ حال تبدیل شد. میگیم توست به عنوان تکست این مسیج خور اینجا قرار میدیم و این لنت شورت هم به لنت لانگ تبدیل میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطری که ما مایم که توست ما به یک تایم طولانی نشان داده شه، نه یک تایم کوتاه. خب همین کار ما به داخل از این متد هم میکنیم. به خاطر کم شدن وقت ویدیو از کپی پیست استفاده میکنم. خب اینجا ما چی گفتیم؟ گفتیم مسیج یعنی همین سیک بار دات گت پروگرس، همون عدد پروگرسر میگیریم، عدد پیشرفت سیک بار خور میگیریم و داخل یک مسیج قرار میدیم و اون به استرینگ تبدیل میکنیم با این کاری که اینجا کردیم و این استرینگ داخل توست میگذاریم و نمایش میدیم و همین کار در این متد هم میکنیم. فرق از دو تا چیه؟ این متد در هنگام اولین تچ کار میکنه و این متد بعد از رها کردن سیک بار. خب برنامه رو اجرا میکنه، میبینیم که با اولین لمس ما توست نمایش داده میشه و با رها کردن لمس مثلا حالا 102 راه میکنم 105 برای ما نمایش میده. خب این بود از ویدیو امروز ما. اگر از ویدیو خوش شما آمد خوشحال میشم ما کانال ما رو سابسکرایب کنیم و اگر یک نظر یا انتقاد یا پیشنهاد چیزی داریم به داخل کامنت ها با ما به اشتراک بگذاریم تا در ویدیوهای بعدی اشتباهات خور کم کنیم. تا ویدیو بعدی خداحافظ و نگهدارش.